ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии фуруғи андеша. ин барнома ба бузургдошти яке аз чеҳраҳои мондагори адабиёти муосири тоҷик устод мирзо турсунзода бахшида мешавад. мо ҳоло дар манзили яке аз шахсиятҳое ки воқеан дар рушди маориф, фарҳанг, пешрафти ҷомеа, таълифи китобҳо, таълиму тадриси чандин насли шогирдон саҳми арзанда гузоштанд, корманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон, аълочи маорифи ҷумҳурии тоҷикистон, муаллифи чандин китобҳо хоҷа муҳаммади муҳаммадзод қарор дорем. шумо худ дида истодаед ки устод дӯстдори китоб ҳастанд. садҳо китобҳо дар китобхонаи шахси он кас маҳфуз нигоҳ дошта мешавад ва мавзӯи барномаи имрӯзаи мо ба қаҳрамони тоҷикистон, шоири бузурги миллат, шодравон устод мирзо турсунзода бахшида шудааст ки баҳори соли равон ин суханвари беҳамтои адабиёти муосири тоҷик ба баҳори 112-солагӣ қадам гузоштанд. устод лутфан мегуфтед ки осори мирзо турсунзода ба кадом самтҳо нигаронда шуда буд? шумо медонед ки осори устод мирзо турсунзода хеле гуногун соҳа ҳаст, вале устод бештар ба ватан таваҷҷӯҳ оварда буданд. ҳамин мафҳумро каме шарҳ медодед. خیلی خوب است. آثار میرزا ترسونزاده گوناگون موضوع است. موضوعهای بسیار را فرا میگیرد. ما اینجا به سر یکی از آن موضوعها میستیم که این موضوع مرکزی آثار میرزا ترسونزاده وطن و وطن دوستی می باشد. موضوع وطن و وطن دوستی در آثار میرزا ترسونزاده از آثار خلق، از فولکلور سرچشمه میگیرد. دوم از ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک سرچشمه میگیرد. سوم سرچشمه آثار میرزا ترسونزاده و مخصوصا موضوع وطن و وطن دوستی از ادبیات روس و زندگی نوی بعد از انقلابی تاجیک و دولت شوروی تأثیر میگیرد. انا از همین جا سر می شود ایجادیات وطن دوستی میرزا ترسونزاده. مثلا در آثار خلق میگویند که خاک وطنم از تخت سلیمان بهتر است، خار وطنم از لاله و ریحان بهتر است. انا این نمونه فولکلور است که استاد ترسونزاده از ایجادیات بای دهانی خلق ما که از دوره اویست تا فردوسی و رودکی آمده است و بعد از آن الهام گرفته است. زینه دیگری که در بالا گفتیم آثار رودکی سرچشمه میگیرد، این ادبیات کلاسیکی تاجیک گفتیم. از این ما برای شنوندگان محترم دو مثال میبریم که این مثال ها به ترسونزاده تأثیر کلان رسانیده است. یکمش یکی از کارنمایی های وطن دوستی ابو عبدالله رودکی که وقتی که شاه سامانیان به هرات به مرو میگویند رفته بود و آنجا 4 سال میماند، به سبب منظره های آنجا به وی معقول شدن اینجا وطن به ناآرامی ها به عمل می آید و به پادشاه نظر می کردگان تشویش میکشند که وطن را یاد میکنند که به بخارا برگشتنشان در کار، لیکن علاجی به پادشاه بیاید رویم گفتن نداشتن. به رودکی مراجعت میکنند. بعد رودکی قصیده گوی جوی مولیان را می نویسد و پگاه روز وقتی که شاه معیشت کرده می نشست اسباب موسیقی اش را گرفته
این را می سراید. میر، من کوتاه کرده میگویم، میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همه. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همه. وقتی که شاه این مصرع ها را میفهمد، محبت وطن یک باره به سرش به دلش تأثیر میکند و علما در کتاب ها می نویسند که همانا حتی موزهش را نپوشیده خیسته به اسب سوار می شود و راه بخارا را پیش می گیرد. انا همین گونه بیت های وطنخواهی ادبیات کلاسیکی در ابوالقاسم فردوسی هم دیده می شود. میرزا ترسونزاده از آنها عبرت گرفته است و چنان که گفتیم از ادبیات روس و زندگی نوی سوسیالیستی زمان سوویتی چه میگیرد. شعر یکمی که در ابتدای سالهای سیوم در ابتدای فعالیتش درباره وطن دوستی نوشته است، این ورزابسترای نام دارد. به همون استانسیه الکتریکی ورزاب میرزا ترسونزاده به واسطه رفته از حیات کارگران شناس می شود. بعد با همین نام ورزابسترای شعر می نویسد که در این شعر حسی محبتی وطن پروری ترسونزاده از کار و عملیات آبادکاری کارگران خرسندی را افاده می کند. شعر دیگری که سال 34 استاد میرزا ترسونزاده می نویسد با نام وطن من. وطن من شعری است که دو دوره وطن شاعر را در بر میگیرد، یعنی حیات پیش از انقلابی تاجیکستان عزیز و بعد از انقلابی را در این شعر استاد میرزا ترسونزاده وطن دوستانه بسیار حرف میزند. از کمبودی و عذاب و ناآبادی و ویرانی و عذاب و مشقت خلق پیش از انقلاب حرف زده. در قسم دوم آبادی های حیات نو را، دهقانان را، کارگران را، ساختمان های مثلا راهسازی راه پامیر، کانال حصار، کانال وادی فرغانه و دیگرها را تصویر می کند. یعنی این حسیات بلند وطن دوستی بود که همین چیزها را استاد ترسونزاده در اینجا قید کرده است. شعر دیگری که استاد ترسونزاده را حسیات وطن دوستی در او نهایت بلند نشان داده شده است، چمنستان می باشد. چمنستان از لغت چمنستان فهمه است که گلستان، گل و گلزار را چمنستان میگویند. ترسونزاده وطن را به چمنستان تشبیه میکند. این نشان محبت بلند شاعر به وطن است. یعنی با این واسطه وی خواننده را در راه وطن دوستی تربیت میکند که هر یک افرادی جامعه ما باید وطن را همین گونه مثل شاعر دوست دارد. شاعر در این شعر حتی خود را برای وطن قربان کردن به آماده بودنش را نشان میدهد و میگوید قربان تو ای دیار عشقم، باغ و چمن و بهار عشقم، بس که به تو سخت مهر بستم، با نام تو سربلند هستم. از عشق تو من غزل سرایم، بابی نوی داستان کشایم. فضل و هنرم وطن توی تو، ساز ظفرم وطن توی تو. هر کس که به عشق تو قدم زد، نامش به سر فلک علم زد. انا این گونه حسیات بلند وطن دوستی را استاد ترسونزاده در شعر چمنستان قید کرده است. شعر دیگری که نهایت کلانتر باز وسیعتر محبت وطن را استاد ترسونزاده سراییده است، این مخمس مملکت طلایی می باشد. این مخمس
از 16 بیت عبارت است. هر یک بیت مخمس از 5 مصرع، قافیه های 4 مصرع، یکم ا ب، پنجم بیت آزاد می شود. در این مخمس میرزا ترسونزاده وطن عزیزش را به گلدسته تشبیه می دهد که این گلدسته در رنگ و بو قیمت 100 مشت را بشکسته است و خلق دلشادش به این وطن که به گلدسته تشبیه شده است محبت دارد و خدمتش را از دل و جان می کند. استاد ترسونزاده بایگری های وطن را، زیبایی های وطن را، بهار وطن را دیده شاد می شود و می گوید که کوهسارش لب به لب کان طلای است و زر، ساختمان هایش پر از موج سرود کارگر، دشت و صحرایش مکان پختکار پرهنر، میوه هایش شیرین تر از شهد و شکر، جان فزایی بر جسم انسان می کند. من نمیدانم چسان تصویر سازم با سخن، رنگ و بوی بی نظیری دلکشت را ای وطن. گر چمن گویم ندارد قیمتت را 100 چمن، راستی گشتی بهشتی بی مثالی مرد و زن، خوبیت دل را کشاده چون گلستان می کند. شعر دیگری که در مسئله وطن نوشته است در سالهای اول ایجادیاتش این آهنربا می باشد. استاد ترسونزاده بینید وطن را به آهنربا تشبیه می دهد و خلق را به آهن تشبیه می دهد. آهن چیزی پرقوت و سخت است. آهنربا نیروی دارد که آهن را به خود می کشد. یعنی اینجا در رمز آهنربا محبت وطن در نظر داشته می شود. محبت وطن چنان بلند است که خلق را، فرزندان فرزانه اش را به سوی خود می کشد. من مثلا گریم آنقدر در دلپسند است وطن، در سری تصویر حسنت کس نمی یابد سخن، از تو در آسایش و راحت بود جان در بدن، چون که انسان را فضای دلکشا گردیده ای، خلق چون آهن تو چون آهن ربا گردیده ای. در فضایت چون کبوتر دایما پر میزنم، سر به پالیزت در آرد خوک اگر سر میزنم، بر قلبش چون سپاه سرخ خنجر میزنم، با تبر گویا به فرقی هیزمی تر میزنم، چون که انسان را فضای دلکشا گردیده ای، خلق چون آهن تو چون آهن ربا گردیده ای. ما شنوندگان محترم، اهل جامعه امروزینه، جوانان محترم، باید وطن عزیزمان را انا همین گونه چنانه که شاعر دوست داشته است و وصف کرده است دوست داریم و برای آبادی های آن خدمت کنیم. شعری در سالهای اول جنگ بزرگ وطنی نوشته استاد میرزا ترسونزاده که روحی وطن پروری دارد خیر مادر عزیز می باشد. وقتی که خبر جنگ بزرگ وطنی را مردم می فهمند، جوانان با اراده، جوانان وطن دوست با اختیار خود به ارمی رفتنی می شوند و وطن را مدافع کردنی می شوند. یک پسر به نزد مادر می آید و می گوید مادر عزیز من می روم از پیش تو، می روم به دفاع شان و شرف وطن، می روم رو به جنوب و به شمال تا که آرم به سر خصم زوال. انا این محبت جوانان را نسبت به وطن افاده می کند. جوانان امروزینه ما باید انا همین جوان بر این وطن دوست باشند. این مادری با ذکاوت، مادری وطن دوست این رفتار پسرش را دیده
به جنگ نرو نگفت، بلکه گفت که رو جنگ دلیرانه بکن، جنگ با لشکری بیگانه بکن، باش فرزند عزیز پدر، لایق این وطن این خانه و در. ما فرزندان تاجیک باید که جمهوری صاحب استقلال خودمان را چون گوهرک چشم حمایه کنیم و همیشه در محافظت آن آماده باشیم. داستانی که حسیات وطن دوستی را زیادتر افاده می کند داستان پسر وطن است و در ابرز قادر پهلوان اشتراک خلق تاجیک به مدافع وطن عزیزشان را افاده می نماید. تشکر استاد، بسیار یک موضوع خیلی جالب امروزه را برای بیننده های ما پیشنهاد کردید، چون که امروز مسئله وطن دوستی، حمایه مرز و بوم کشور که امروز جهان در یک حالت خیلی مرکب قرار دارد، برای هر یک فرد تاجیک، برای هر یک جوانان این قرض مقدس است، قرض انسانی. بله استاد، من میدانم که شما از نخستین سالهایی که دانشجو بودید و با تعلیم و تربیت مشغول شدید، با تالیف کتاب ها مشغول شدید، شما بارها با استاد میرزا ترسوزاده در ملاقات های آنقدر شرکت ورزیدید، در چندین جشنواره ها با افتخار این بزرگمرد ادبیات معاصر تاجیک اشتراکچی بی‌واسطه بودید. شاید خاطره اون سالها را کمی برای بیننده های ما ورق‌گردان میکردید. بسیار خوب است، بسیار خوب است. من شکرگزار هستم که قریب 60 سال زیادتر معلمی کردم. در وادی وخش معلم بودم، بعد در پنجکین 48 سال در آموزشگاه درس گفتم. در این مدت یک چند بار با استاد میرزا ترسونزاده روبرو واخوردم. واخوری یکم سال 1957 من دانشجوی آموزشگاه آموزگاری بودم. اعلان کردند که پگاه استاد ترسونزاده مهمان پنجکین ها می شود و همه کسی که امتحان دارد به واخوری نمی رود، باقی مانده همه استودنت ها به پیشواز استاد ترسونزاده برآمدنشان در کار. من امتحان تاریخ کپیسیس داشتم، ولی محبت استاد ترسونزاده و محبت سخن او بلندی کرد و به سپارش راهبران آموزشگاه نظر نکرده گریخته به واخوری رفتم. در واخوری میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، غفار میرزا، پولاد تالیس و دیگرها اشتراک داشتند. استاد ترسونزاده در موضوع استاد رودکی و 1100 سالگی که سال آینده 1958 به پیشواز گرفته می شد قریب 1 ساعت گپ زدن. بعد از آن سخن را باقی رحیمزاده گرفت و گفت که نبیره های رودکی، شما پنجکینتی ها همدیار رودکی هستید، کی یگان سخن دارد که گوید. من چون یک گرد معرکه دست بالا کردم و چند پاره شعر رودکی را قرائت کردم و یک شعر لیریکی قربان تو باشم میرزا ترسونزاده را قرائت کردم. وقتی که قرائت کردم در شعر من در هوس چهره خندان تو باشم، در بند سر زلف پریشان تو باشم، از لطف اشارت کنم من تاخته با سر، دو دست به بر گوش به فرمان تو باشم. گر جان طلبی زود طلب که به راحت، جان بخشم و اما به غم جان تو باشم. که گفتم باقی دستم داشتن و گفتن که پسر در همین بیت آخر استاد ترسونزاده کدام صنعت شعری را کار فرموده است؟ البته جواب این سوال برای من مشکل بود، ولی خداوند به زبانم همانا آورد که استاد در اینجا صنعت تشخیص را استفاده بردند. صنعت تشخیص همین گونه صنعتی است که
چیزی بیجان را به گپ می درآورد، به حرکت می درآورد. مثلا گر جان طلبی زود طلب که براحت، جان بخشم اما به غم جان تو باشم. تصور کنید وقتی که قهرمان لیریکی محبوبش را دوست می دارد و برای او جانش را فدا می کند، اینجا جسم او بیجان می ماند. چنانه که استاد رودکی در وقتش گفته بود که اینک تو نگاه کن رودکی را، اگر بی جان روان خواهی تنی را. رودکی هم صنعت تشخیص به کار برده و قهرمان لیریکی گفته بود که من برای تو جانم را دادم، اکنون بی جانم، برای تو با جسم بی جان رفتنم را، حرکت کردنم را ببین. استاد ترسونزاده یگانه شاعر است که در ادبیات سویتی تاجیک همین صنعت تشخیصی که استاد رودکی کار کرده است با سهل ممتنع در لیریکی، در شعر لیریکش استفاده کرده است. گفته جواب دادم استاد باقر امزاده از دستم گرفته، گفتم پسر اینجا چین ششتم. بعد یک تا کتاب برآورده به من ساعده از کتاب میرزا ترسونزاده را داده بودن. این لحظه هرگز از خاطر من نمی رود. واخوری که دویم در با ترسونزاده بر سر من واخورده است، من در جشن 50 سالگی میرزا ترسونزاده در بنای اپرا بالت اشتراک داشتم. اونجا رفیقان هندو، ایرانی ها و از اتفاق سویتی از بسیار جمهوری ها آدم آمده بودن. هندوها گلچنبر کرده ترسونزاده را از جا خیزاندن، گلچنبر به گردن او آویختن، زل کف کوبی میکرد. من در زل قطار مردم ششته لذت میبردم. خاطره سیمی که در یاد من است، من بعد از مکتب عالی به آموزشگاه آموزگاری آمده کار کردم. سال 71 12 ماه می از کمیته حزب کمونیست پنجکین خبر رسید که پگاه ترسونزاده میاد، واخوری در آموزشگاه آموزگاری می شود، تیار باشیتون. ما تیاری دیدیم به استاد ترسونزاده. پگاه روز 13 شد، ترسونزاده درگ نشدم. من به گرکام رفته پرسیدم، گفتن که ترسونزاده از سملیات فرامدین سمرقند، آبکام و آبلسپالکام برآمده ترسونزاده را پیش راهشان گرفته. گفتین که به انویسیت ما واخوری تشکیل کردیم. خلاص کلام ترسونزاده را راهبرای سمرقند نگه داشتند. بنابراین 13 به آمدن نتوانستم. روز 14 شب 14 ترسونزاده آمده در مهمانخانه قینر خواب کردن. سحر 14 می من به آموزشگاه آمدم که ظریف کاتب رایکام نیستن و آچبوری رئیس اسپالکام و دیگر همه کلان ها در آموزشگاه مانند کشتی که در روی آب می جنبد در حرکت و در جنبش است. آچبوری مرا گفتن که به ماشین من ششته زود قینر روید، ظریف دعوت کرد شما. من اونجا رفتم که در صحن مهمانخانه میرشکر، باقر همزاده، میرزا ترسونزاده ششتینو، فاتح نیازی و عبید رجب اینا بین گلها و دور گشته ایستادن. من رفته سلام دادم. استاد ترسونزاده سلام علیه گرفته، گفتن که پسر شنید شدم. پرسیدن که چیکارگر هستید؟ گفتم که در آموزشگاه کار میکنم. بعد هم تو یک استادانو گفتن که چی درس میتید؟ گفتم که ادبیات، زبان و ادبیات. گفتن که اگر ادبیات کلاسیکی تمام کنید و ادبیات نوی سویتی سر کرده درس گفتنی شوید، همین دو ادبیات چگونه علاقمند میکنید؟ من گفتم که من به خواننده ها میفهمانم که ادبیات کلاسیکی ما تمام صنعت های شعری را کار فرموده است. شکل های شعری در ادبیات کلاسیکی خیلی به حد عالی گفته شده است. همین شکل ها داستان، قصیده، مثلا مخمس، ترجیع بند، دیگر و دیگرها ربایی در ادبیات نو گذشته است.
اما مضموناً ادبیات نو ما ادبیات دوران سوویتی است. در آن پرتویت ادبیات وجود دارد. همین گونه از جهت سیاست اندک فرقیت هست. بعد استاد تشکر گفتن و بعد گفتن که در پنجکین دو دریا هست. دریای یکم زرافشان، دریای یکم دوم دریای معنویات استاد رودکی است. در بین این دو دریا آموزشگاهی که شما اونجا کار میکنید سرچشمه مصفایی است که از آن بسیار جوانان آب معنوی نوشیده در ادبیات مثل عبید رجب انصاری و دیگرها بابا حاجی خدمت کردند. همین طریق بعد از اونجا من گذاشتم. ظریفوف من دیدن سپارش کردن که رفته آموزشگاه به بینای تئاتر گذرانید. آمدیم گذراندیم، مهمانا آمدن. ظریفوف سخن یکم به من دادن. من درباره فعالیت استاد ترسونزاده اونجا مفصل بیان کردم. خلق از حد بسیار به تئاتر در آمده بود. 800 نفر استودنت های پید چلیش و خلق می نشسته گوش می کردن. نهایت رحیم جلیل آمدگی بودن، میرشکر، باقی رحیم زاده و دیگرها استاد ترسونزاده هم توشتگی. بعد من بعد از معروضم به طرف استاد نظر کرده گفتم که استاد در مویهای شما سفیدی دمیده است، اما این سفیدی مویهای شما نشان پیری شما نیست. این سفیدی ها مانند ذره های نور آفتاب سحر هست که هنوز آفتاب در پس کوه آن ذره ها نمایان شدند. روز در پیش است. شما حالا اثرهای می نویسید که تشنگان صلح و امنیت را تشنگی می شکند. 60 سالگی شما امروز در دیار خداوند شیر از جمع رودکی سر شد. من تمنا می کنم که 60 شما 60 چندین 60 بیشکند. ترسونزاده از جاشون خیسته کمینه را به آغوش گرفتن. موج قرصق بلند شد. انا همین طور واخوری ما سال 71 بود. نهایت سال 1991 80 سالگی میرزا ترسونزاده را وسیع در تاجیکستان قید کرده میکردن. من در آموزشگاه کار میکردم. مقصود اکراموف از دوشنبه تلفن کرد که معلم دوشنبه بیایید به قراتاق میرویم. من برآمده رفتم. کاروان ماشین ها روز 8 دکبر سال 91 از دوشنبه برآمده اول هیکل میرزا ترسونزاده را زیارت کرده راه را به قراتاق پیش گرفتن. نهایت من با کارمند تلویزیون اکرم علی حسنوف نشستگی بودم. رفتیم قراتاق به از دریا گذشتیم. ماشینا را مانده به بینا نظر کردم که در پیش بینا نوشتگی که دوست می‌دارم من قشلاق را، قشلاقیان در محبت طاق را. از کوپرو گذشته از زینه پایان همواره به فرامدیم که موزه آثارخانه نو میرزا ترسونزاده را ساخته بودین. خلق رسول غمزتوف و دیگرها رفته به آن موزه در آمدن. دریای قراتاق موج میزد. موج دریای آدم در پهلوی آن نیز در حرکت بود. من هر رفته خواستم که به آنجا درآیم. رفته در نظر کردم که همه جا بند، مردم در استولها نشسته سایه دست نوشته ایستادن. در یک پهلوی در راست ایستاده و درون نظر کردم. شاعره گلرخسار آمده در این پهلوی در ایستاد. من گلرخسار را میشناسم وای من نمیشناخت. به گلرخسار گفتم که استاد ترسونزاده در وقتهای آخر یک شعر استاد عینی را بسیار تکرار میکردن. گلرخسار گفت که کدام شعر؟ من گفتم که شعری ترسم که بمیرم و غم بی پدر شود، این طفل ناز پروری من در بدر شود. گلرخسار به سوی من گفت که معلم دو خطا کردید. من گفتم خوب کنی گوید من خطاگیم اصلاح کنم. گفت که یکم خطای شما این که در مصرع یکم من پرت افتید.
ترسم که من بمیرم و غم بی پدر شود. این طفل ناز پرور من در بدر شود. خطاگی دوم تا اینکه این شعر از عینی نیست. بعد من گفتم که از عینی نباشد از کی است؟ گفت که از عینی نبودنش میدونم ولی از کی بودنش نمیدونم. کوتاه کنم، بعد از کنفرانس پنجکند آمده جلد 12 عینه گرفته، 8 عینه گرفته، دیدم که باید در ناخنک است. بعد توضیحات بینم که این شعر عرفی شیرازی بوده است. خلاصه کلام ما رفتیم به قرطاق، بعد برآمدیم حسنوف اکرم علی در زال اکنون مردم رقص و بازی کرده شدن. باور کنید رسول غمزاتوف همون سری سفید قطی، همون کفت و بازوی عظمت قطی چنان هم رقص میکرد که چون موج آب بازی میکرد. بعد در لب دریا ما نشستیم، میکروفون و چیزا آورده به من اکرم علی گفت که از استاد ترسونزاده شعر گوید ما به تلویزیون ثبت کنیم. بعد من آنجا شعری عشق شاعران را حاتم میکند، سربلند روی عالم میکند، عشق شاعر را به جنبش آورد، در سر میدان سنجش آورد. قطره خواه اگر دریا دهند، گوشه خواه اگر دنیا دهند. یار اگر گوید به آتش زند، چاه با سر کن اگر گوید کند. گر نوازد غنچه خندان شود، گر بجنگد طفلکی گریان شود. غمزه ای که دلبری تناز کرد، شاعران را بنده در شیراز کرد. خال هندو ملک دلها را گرفت، هم سمرقند و بخارا را گرفت. ما که از شیرازیان کم نیستیم، در سخاوت کم بغل هم نیستیم. هر چی خواهد یار انعامش کنیم، جان و دل را صدقه نامش کنیم. یار ما ارزنده دنیا شده است، بود زیبا باز هم زیبا شده است. یک نظر کن موی بین و روی بین، گوش کن معنی گفت و گوی بین. نازنین گویی اگر گل می کند، بوسه ده گویی تحمل می کند. در تکلم در تبسم یار اوست، در محبت حاکم مختار اوست. نه کسی او را فروشد نه خرد، نه به زوری نه به زاری برد. قامتت گوید که زیبایی منم، چشم تو گوید که دانایی منم. شهرت آزادی زن در من است، نور دانش قدرت فن در من است. چون فراید از سری کوه بلند، شادی وادی نشین گردد دو چند. چون فراید آید آواز از دره، عکس خود را بین در آب شرشره. یار ما و دلبری شیرازیان، فرق آن از این زمین و آسمان. چشم آن ترسد شعای برق را، روی این روشن نماید شرق را. هدیه آرم من به او دو قطعه را، قطعه های آسیا افریقا را. بخشمش دو قطعه مشهور را، قطعه های سرکش و مغرور را. قطعه های را که خونها ریخته، خاک دشمنان را بیخته. قطعه های را که چون آفتاب، سر برآرند از زیر سحاب. دختر تاجیک ای امید کول، تحفه ما را نما لطفاً قبول. انا همه شعر استاد ترسونزاده که از باب لیریک ترسونزاده است، در همون قرطاق در بین خلق، در بین مثلا ازدحام مردم گوش میکردم. من قرائت کردم. استاد رسول غمزاتوف دستش در کفت من مونده، گفت که سنوگ سپاسیبا تیبه. انا همین طریق بعد ضیافت در رستوران آرام شد. اونجا رفتیم، مومن قناعت، قطبی کرام و دیگرها بودیم. نهایت روز دوم جشن ترسونزاده در قصر باربد گذشت. در قصر باربد محمد آسیمی و منیازوف در پرزیدیوم معرکه بودند. در آنجا
بعد هم کنسرت دادن هم برآمدها شد. روز سیوم در زال اتفاق نویسندگان تاجیکستان کنفرانس علمی برگزار گردید. محمد جان شکوری بخارایی، رسول هادی زاده، رجب امونوف و دیگرها اینجا بودند. از جمله کمینه برآمده درباره ترسونزاده اندک گفتگو کردم. همه آن چیزی که گفتیم اینجا گفتن وقت نمی رسد. بعد شکوری طرف عطاخان سیفالایف گفتن که معلم برده نوار به وسیع تر گرید و به تلویزیون پخش کنید مردم گوش کنند. انا این بود خاطره من درباره استاد ترسونزاده. استادی عزیز، من پیش از همه به شما احسان میگویم، تشکر میگویم که در همین سن و سال خاطرتان همیشه برجاست. همون شعرها، همون داستانهایی که شما از خاطر خود سرایدید، این کار هر یک انسان است. خوشبختانه استاد میرزا ترسونزاده این افتخاری بزرگ برای مردم تاجیک و تاجیکستانیان است. در زمان شوروی استاد را جهان نشناخت و اگر ببینید امروز ببینید ما افتخار میکنیم که با اقدام پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان و استاد ترسونزاده عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. یکی از شهرهای کلانترین تاجیکستان سابق شهر ریگر با نام ترسونزاده نامگذاری شد. بله. در همه شهر و ناحیه‌های مملکت میدان‌ها، باغ‌های استراحت و فراغت، کتابخانه‌ها و پیکره‌های این نابغه بزرگی ادبیات معاصر تاجیک گذاشته شده است که این برای ما یک شرف بزرگ است. شرف بزرگ است. استاد ترسونزاده چقدر که درباره ترسونزاده گوییم کم است. عطاخان سیفالایف می نویسد که دریاهای تاجیکستان از قله های کوه سر شده در انتها با اقیانوس و بحرها پیوسته می شوند. آثار میرزا ترسونزاده هم از وطن و وطنخواهی سر شده موضوع صلح و دوستی خلقها و موضوعهای دیگر را فرا گرفته به مانند آن همون دریاها به تمام اقیانوس ها یعنی به قطعه های عالم پیوسته است و عالمان بسیاری درباره ترسونزاده نوشتند. من این کتاب یوری ادریلیچ بابایوف، کتاب عطاخان سیفالایف، کتاب های ناصر جان معصومی و دیگرها درباره ترسونزاده است. درباره ترسونزاده هر چیزی که میگوییم کمی میکند و یک چیز چنانه که درباره موضوع وطن گفتیم، موضوع وطن همه موضوع های دیگری ترسونزاده که جهان را تسخیر کرده است از همین موضوع وطن دوستی سرچشمه گرفته به آن قله های بلند ایجادی استاد رسیده است. برای صحبت به شما عرض سپاس میکنم. بیننده های عزیز و ارجمند، شما با یک صحبت خیلی پرمحتوای استادی ما و شما علاچی معارف کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان، نفری که عمری با برکت خیش را اساساً برای رشد ادبیات، فرهنگ و تعلیم و تربیه نسل‌های گوناگون بخشیدن، خواجه محمدی محمدزاد شنیدید، تماشا کردید. ما با استاد ارجمند پیش از همه تن صحت، بخت و سعادت، خانه آباد زندگی میکنیم. استاد همیشه سربلند و خانه آباد باشید. و من گمان میکنم که در برنامه‌های آینده نیز شما پیرامون دیگر چهره‌های ماندگار ملت ما معلومات بیشتری میدید. سلامت و سربلند باشید.